فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. و ما همین بیننده در رابطه با این پرسیدن که عکس افراد خانواده از فرزندان و زن و شوهر رو دیوار خونه زده، این آیا در نماز خلل ایجاد می‌کنه؟ عکس چه انسان باشه یا عکس به اصطلاح حیوان جاندار دیگری باشه، این به صراحت در احادیث رسول الله صلی الله علیه و آله اومده که اینها جایز نیست و که حتی فرشتگان هم در خانه‌ای که در اون عکس و تصاویر باشه وارد نمی‌شوند و نهی اومده از خود تصویر گرفتن و به اصطلاح نگهداری تصویر به این صورت. و منتها اگر در خانه‌ای که عکس هست نماز بخونند، این باعث باطل شدن نماز نمیشه و از این احادیث علمای فقها استنباط کردند که مکروه است. این مکروه است در خونه‌ای که به اصطلاح عکس وجود داره بر دیوار زده در اونجا نماز بخونن، اما خود نماز به صورت کلی درسته و مجزی هست، این کفایت میکنه. و بدترین کراهتش اینه که وقتی که نماز میخونن این عکس جلوی قبله باشه و بعد از این گفتند که سمت راست باشه یا بالا باشه یا سمت چپ و بعدا در درجه آخر پشت سر باشه. به هر صورت در خونه‌ای که عکس وجود داره نماز کراهیت داره. در یک جای نماز بخونند که عکس وجود نداشته باشه یا اینکه در هنگام نماز اونو برگردونند به آویزان نباشه و خصوصا که روی طرف قبله نباید باشه.